با عرض سلام و درود خدمت مخاطبین کافه میلیتاری گرانقدر، با ویدیوی سوخوی 35 در خدمت شماییم. جت سوخوی 35 یک جنگنده مستقل نیست و یک طرح جداگانه برای ارتقا و طراحی رو نداشته، بلکه همون نسخه سوخوی 27 ارتقا یافته است. از اونجا که با فروپاشی شوروی در سال 1991 روسیه امکانات کافی برای ساخت جنگنده نسل پنجمی سوخوی 57 رو نداشت، دست به ارتقاءاتی روی سوخوی 27 زد که به سوخوی 27 ام و بعدتر به سوخوی 30 بدل شد. اما سوخوی 27 ام و سوخوی 30 فاصله زیادی با جنگنده نسل پنجمی داشتند و توانایی اونها برای رقابت با جنگنده‌های پیشرفته غربی بسیار پایین بود. از این رو ارتقای دیگری هم روشون انجام شد و در سال 2003 به سوخوی 35 که یک جنگنده نسل 4++ هست ختم شد. جنگنده مانورپذیر، اویونیک بسیار پیشرفته و همون موتور سوخوی 57 هم روش به کار رفته و اون جنگنده رو به یک جنگنده کاربردی و ستون فقرات اصلی نیروی هوایی روسیه برای سالها بدل کرد. در حال حاضر سوخوی 35 عملیاتی ترین جنگنده روسیه به حساب میاد و یکی از مهمترین نقش‌ها رو در جنگ‌ها و عملیات‌های روسیه ایفا میکنه. یکی از مهمترین نکاتی که در خرید یک جنگنده برای کشورمون اهمیت داره اینه که آیا رادار مناسب برای ارتقای توان اویونیک و پیشرفت راداری رو داره یا نه و میتونه اون سطحی که رادارهای قدیمی هواپیماها و جنگنده‌هامون دارن رو ارتقا بده یا خیر. اینجا سوخوی 35 جواب مثبت رو میگیره، زیرا رادار ایربیز این رو استفاده میکنه، راداری که دارای بیشترین برد کشف ضد یک جنگنده است، یعنی از 350 تا 400 کیلومتر میتونه یک جنگنده رو کشف کنه. اگرم نگرانی بابت جمرها وجود داره و یا اختلال تو این رادار، باید بهتون میگم این رادار دارای 1662 ماژول گیرنده و فرستنده هستش و با داشتن چنین رادار پیشرفته و کارآمدی کمترین اخلال روی این رادار میتونه انجام بشه و سوخوی 35 با چنین رادار قدرتمندی میتونه تمام اهدافی که در دریا، هوا یا زمین هستن رو کشف بکنه، با چند هدف به صورت همزمان در هوا و دریا درگیر بشه و یکی از قوی ترین رقبا برای جنگنده های غربی به حساب بیاد و حسابی اونها رو به چالش بکشه. جدا از این رادار پیشرفته، در دماغه سوخوی 35 OLS 35 قرار داره که یک سامانه اپتیکی حرارتی برای کشف اهداف از 90 کیلومتری با پسسوز روشن به صورت غیر فعاله. این سامانه کمک میکنه که سوخوی 35 بتونه یک هدف رو از روی زمین تا 30 کیلومتری کشف کنه و تا 4 هدف رو به صورت خودکار تعقیب بکنه. این سنسور برای کسب هدف بدون استفاده از راداره، در واقع یک دوربین حرارتی بسیار قدرتمند که همه چیز رو میبینه. قلب هر جنگنده موتور اونو، قلب سوخوی 35 دو موتور AL41F نسخه اول هستش. ویژگی مهم این موتورها رانش بردار متغیر سه‌بعدی هستش. این همون ویژگیه که باعث میشه این جنگنده بسیار مانورپذیر بشه و نازل‌های سه‌بعدی داشته باشه که داخل تصویر مشاهده میکنید. این قابلیت باعث میشه مانورهایی رو سوخوی 35 بتونه انجام بده که همه اونها در اینترنت موجوده و برخیشون رو میبینید. مانور کوبرا و مانور کولبیت تنها بخشی از توانایی‌هایی هستند که خلبان‌های روسی با این جنگنده پیاده می‌کنند و یقینا در صورت ورود احتمالی این جنگنده به کشورمون باید شاهد مانورهای حیرت انگیز از خلبان‌های ایرانی با این شاهکار مانورپذیر باشیم. گفتنی این مانورها فقط صرفاً جنبه نمایشی ندارن و در نبردهای نزدیک و داگ فایت میتونن بسیار خیره کننده و اثرگذار باشن و بتونن جنگنده‌های غربی مثل F-35 یا F-22 یا جنگنده‌های مثل رافال رو در داگ فایت به چالش بکشن. سوخوی 35 یک زاغ مهمات پرنده به حساب میاد، زیرا برای هر مأموریتی سلاح مناسب اون مأموریت رو میتونه حمل کنه، از جمله موشک AR-77 و 73، موشک‌های برد بلند AR-37M، همچنین موشک‌های ضد رادار، ضد کشتی و بمب‌های هدایت شونده. به همین دلیل جنگنده سوخوی 35 فقط یک جنگنده برتری هوایی نیست، بلکه میتونه در عملیات‌های ضد رادار، عملیات‌های ضد کشتی و حتی عملیات‌های ضد زرهی هم
شرکت بکنه و مأموریت‌های تهاجمی و تدافعی رو در کنار هم انجام بده. در کنار همه اینها داشتن برد عملیاتی مناسب میتونه کاری کنه که این جنگنده بسیار بسیار قوی‌تر بشه. وقتی یک جنگنده بتونه از همه امکاناتش در برد بسیار بیشتری استفاده کنه، ارزش اون دو چندان میشه. سوخوی 35 دارای برد عملیاتی بسیار زیادیه. این جنگنده بدون سوختگیری هوایی میتونه مدت زیادی رو طی بکنه و برای گشت‌های هوایی طولانی یا اسکورت بمب‌افکن‌ها یا سایر هواپیماها بسیار مناسبه و امکان حمل مخازن سوخت خارجی هم برای اون وجود داره. سوخوی 35 تا حد اکثر 4500 کیلومتر برد رزمی داره و این میتونه بسیار بسیار این جنگنده رو برای کشورمون یا هر کشوری که استفاده کننده این جنگنده هست مناسب بکنه و هر کشوری در شعاع 4500 کیلومتری در تیررس سوخوی 35 قرار داره. جدای اون این جنگنده بدون سوختگیری مخازن سوخت خارجی تا توان پرواز حدود 3600 کیلومتر رو داره که این جنگنده رو از نظر برد هم کاملا مناسب و مفید برای نیروی هوایی میکنه. سوخوی 35 جنگنده پنهانکاری نیست، اما نسبت به سوخوی 27 و سوخوی 30 استفاده بیشتری از مواد کامپوزیتی داشته. برخی زوایای بازتاب دهنده اون کاهش پیدا کردن و پوشش‌های جاذب امواج راداری هم درش به کار رفته تا سطح مقطع راداری اون خیلی کمتر از نسل‌های قبلی خانواده فلانکر یا سوخو بشه و شاید به اندازه F35 و F22 پنهانکار نباشه، اما پنهانکاری اون بسیار بسیار نسبت به جنگنده‌های نسل قبلی خودش بیشتر و مفیدتره. علاوه بر انواع موشک‌ها و موتور قدرتمند و رادار درجه 1 یا یک چشم حرارتی، سوخوی 35 دارای یک سامانه جنگ الکترونیک به اسم خیبینی M هستش که یکی از مهمترین تجهیزات سوخوی 35 و کمتر بهش اشاره شده. وظیفه این سامانه اخلال روی رادارهای دشمن، کاهش احتمال قفل شدن موشک روی سوخوی 35، هشدار در برابر تهدیدها و افزایش بقا در میدان نبرد و بسیار اثربخش، مفید و یکی از مهمترین ویژگی‌ها و نقاط قوت سوخوی 35 به حساب میاد. داشتن موتوری قدرتمند، راداری بسیار پیشرفته و سامانه فروسرخی که به خلبان این امکان رو میده بدون روشن کردن رادار و احتمال کشف شدن اهداف رو کشف بکنه و به اونها درگیر بشه، در کنار مانورپذیری و برد بسیار بالای سوخوی 35 این جنگنده رو به یک هواپیمای بسیار قدرتمند و کارآمد تبدیل کرده. حالا شما بهمون بگین آیا این جنگنده توان به چالش کشیدن جنگنده‌های مثل رافال فرانسوی، F22 و F35 رو داره؟ آیا مناسب کشورمون هست و وارد ایران میشه؟ اگر از دیدن این ویدیو لذت بردین، ویدیو ما رو لایک کنین و برای دوستانتون هم